بچه‌ها نگاه کنین، ما تو این ویدیو میخوایم تست کنیم که هر تبر آیرون و دایمندی چند بلاک چوبو میتونن بکنن و میشکنن. خب بریم که شروع کنیم. اول با تبر چوبی میکنیم. بچه‌ها نگاه کنین، چون که من ادیتم خیلی خوب نیست نمیتونم شمارش بدم. خودتون در طول ویدیو اگر تونستین بشمارین، یا مثلا به تعداد، به اون جوری که میکنم یا اون زمانی که طول میکشه برای شکستنش دیگه خودتون بفهمین چقدر زیاد میکنه. خب با چوبی شروع میکنیم. خب بچه‌ها دیدین که توی چند بلاک تبر چوبی شکست. خب حالا بریم برای انقدر نگاه کنید از اونجا تا اونجا. خب بریم برای سنگی ببینیم تبر سنگی چند تا بلاک میتونه بکنه. خب بریم شروع کنیم. 1 2 3. خب بچه‌ها دیدین که تبر سنگی تا کجا کند. خب ولی نگاه کنید خیلی خدایی بیشتر از تبر چوبی کنده. خب نگاه کن چقدر زیاد کنده. اون تبر چوبی تا اونجا کنده ولی تبر سنگی 2 برابر تبر چوبی کند. خب بریم برای تست تبر آیرونی. اول استیک بخوریم. خب بریم که تبر آیرونی رو تست کنیم. بچه‌ها نگاه کنین، من تنها چیزی که از شما میخوام یه حمایت از منه تا من بتونم 50 تا تاپ بگیرم و لایو استریم بذارم. پس ممنون میشم که از من حمایت کنین و منو ساب کنید. خب بچه‌ها بریم برای تبر آیرونی. 1 2 3 شروع.
خب بچه‌ها دیدین که تبر آیرونی واقعا دارم میگم واقعا خیلی زیاد میکنه. یعنی من به یه چیزی پیوستم. نگاه کنین، هر تبری مثلا یک لول میری بالاتر، جنسش مثلا چوبی بری سنگی، یه لول بری بالاتر 2 برابر همون جون داره و 2 برابر همون میکنه. یعنی مثلا اگر مثال مثلا تبر سنگی 10 تا بلاک چوب بکنه، تبر آیرون 20 تا میکنه. یا مثلا دایموندی 40 تا بکنه، تبر ندرایتی 80 تا میکنه. پس یعنی هر تبر دو برابر تبر قبلیش میکنه. خب بریم برای تست تبر طلایی که خیلی زود میشکنه. خب واقعا تبر طلایی بچه‌ها کاش اصلا به بازی اضافه نمیشد. طلا هیچ استفاده زیادی نداره، فقط برای گاد اپل و گلدن اپل فقط به درد میخوره، وگرنه برای آرمورها و پیککس و اینا هیچی به درد نمیخوره. خب نگاه کنید چقدر آیرونی کنده. خب حالا بریم برای تبر طلایی. خب بریم شروع کنیم. 1 2 3. خب بچه‌ها همونجور که گفتم تبر طلایی خیلی زود میشکنه. یعنی ما یه ذره قبلتر از بیکن ما شروع کردیم چوبا رو گذاشتن، بعدش سری شکست. یعنی خیلی کمه، اصلا ارزش نداره تبر طلایی رو بسازیم. خب نگاه کنید چقدر کمه، از اینجا نگاه کنید، از اینجا تا اونجا. ولی بچه‌ها خوبی چیزای طلایی اینه که بچه‌ها سری کاراشون میکنن. مثلا کلنگ طلایی خوبیش اینه که خیلی سری میکنه. خب شاید هم مثلا از دایموندی سریعتر بکنه، ولی جونش خیلی زود تموم میشه و میشکنه. خب بریم برای قول مرحله آخر، یعنی تبر دایموندی. ببینیم این تبر چیکار میکنه. خب لیتس گو بریم.
ما فهمیدیم اینه که تبر دایمندی بسیار 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 جون زیادی داره. ما فقط 3 ساعت رو بچه‌ها اومدیم تلاش کردیم از اون طرف دنیا تا این طرف دنیا فقط بلاک چوب گذاشتیم. تبر دایمندی هنوز جونش از نصف هم کمتر نشده. چوبه ما رو تموم کرد. اینقدر زیاده. خب بچه‌ها حالا ما برای این که ببینیم واقعا چقدر میکنه، ردیفای قبلی هم باز میکنیم که ببینیم آیا واقعا چقدر میکنه. خب بریم شروع دوباره. 1 2 3 شروع. که این دایمندی طول میده تا بشکنه. نگاه کنید من دیگه جون ندارم. اینقدر چوب گذاشتم همش میکندن هنوز جونش از نصف کمتر نشده. خب بچه‌ها نگاه کنید، من تنها چیزی که از شما میخوام فقط یه حمایته. من به بچه‌ها چقدر تلاش کردیم از اینجا تا اونجا این همه چوب گذاشتیم. بعد خودم چقدر تلاش کردم وقت گذاشتم با این تبرها اینا رو کندم. خب تو رو خدا منو حمایت کنید. من چقدر ویدیو میذارم براتون. از من حمایت کنید تا 50 تا ساب بشم و بتونم لایو استریم بگیرم. لطفا منو حمایت کنید تا 50 تا ساب بشم. خب پس تا یه ویدیو دیگه خداحافظ. توی چنلمون هم یه سر بزنید، ویدیوهایی گذاشتیم شاید آموزنده باشه. خب پس تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.